مادر، من در خانه هستم، در رو برای من گشاید. من از قوی بودن خسته شدم، باور کنید. من مدتی طولانی گم شدم، اما کسی مثل شما مرا انتظار نبود. مادر، من در خانه هستم، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد هم. آیا من میتوانم تنها در پهلوی شما خواب کنم؟ من نمیتوانستم این را تحمل کنم، مرا ببخشید. من از شما خیلی دور زندگی کردم. مادر، من در خانه هستم، در را برای من گشاید. من از قوی بودن خسته شدم، باور کنه. آیا تو داد و فریادی مرا در خالی نشونیدی؟ چی طور من در این لای در تاریکی رو به زمین افتادم؟ چی طور من آموختم که التماس نکنم، نالیش نکنم، زنگ نزنم و بعد فراموش کردم که چی طور خود را شناختم. مادر، من در خانه هستم، در را برای من گشاید. من از قوی بودن خسته شدم، باور کنه. مادر، من میتوانم تنها خودم باشم، نه قهرمان با تقدیر کسی دیگر که به من مجبور کرده شد. من تنها شرب و خواب میخواهم، جایی که من آرزوی جنگ را ندارم، بلکه آرزوی بهار را دارم. مرا باغوش گیر مادر، مثل آن که در کودکی میکردی. من در این مبارزه مغلوب شدم، تسلیم شدم، خسته شدم. من مدتی طولانی از خانه گریختم. مادر، من در خانه هستم، در رو برای من گشاید. من دیگر جنگاور فرشته یابد نیستم، تنها پسر بچه که شبانه گیره